سلام بینندگان عزیز، چند روز این جانب در شبکه‌های اجتماعی در تاجیکستان نوار سیر می‌کند که در آن صحنه برخورد یک کارمند مقامات انتظامی با مردی سالخورده که گفته می‌شود ساکن جماعت وروخی ناحیه اسفر است سیر می‌کند و در این نوار برخورد این دو جانب دیده می‌شود. با رادیو آزادی معلوم شد که اخیراً دادستانی ناحیه اسفر با تفتیش این قضیه شروع کرده است و همکارم میرزانبی خالقزاد نیز این موضوع را تحقیق می‌کرد. میرزانبی، آیا تحقیقات به نتیجه رسیده است؟ درست است عبدالله، واقعا شما درست تاکید کردید که این حادثه ساکنان اسفر خصوصا وارخ را شدیداً تکان داد. در حال حاضر طوری که ما با دادستان شهر اسفر صحبت کردیم، تفتیشات پیشکی شروع شده است، ادامه دارد، تقریبا 10 روز ادامه دارد و آنها توانستند که از حدود 50 نفر شاهدان را دعوت کنند، از آنها بیانات بگیرند و در حال حاضر یعنی که صحبت با شاهدان دو طرف ادامه دارد. ولی یک نکته رو باید بگم که اینها وقتی که هر دو طرف بحث رو به دادستان دعوت کردن، اونها و عیبدار میکنند کارمند ملی سر. کارمند ملی میگه من بیگناه هستم. حالا میبینیم که تفتیشات به چه نتیجه میرسه. میرزا نبی، آیا اسم این مرد سالخورده معلوم است برای شما و اصل قضیه چی بود است؟ چرا این جنجال اصلا سر زده است؟ بله درست است. نام این مرد سالخورده اسلام احمدی 61 ساله، یک راننده که 23 سال در این ساحه کار و فعالیت کرده است و نام اون کارمند میلیسه منطقه‌ای که به این مسافر حمله میکند شیرزاد پیرانزاده است. ما توانستیم که با هر دو طرف صحبت کنیم. اسلام احمدوف میگه که وقتی که وی مسافران را از منطقه مرزی با قرقیزستان به طرف وارخ می آورد، کارمند دیگه او را منع میکند و او را عیبدار میکند. در همین لحظه کارمند منطقوی حاضر می شود و به طرف میلیسه شروع میکند، به طرف اسلام احمدوف شروع میکند به دادن که تو عیبدار هستی، مسافران را از شماری بودن یعنی بیشتر سوار کردی که این نادرست است. اما هم این مسافر میگه که این اصلا به من برای من حمله کرد که خصومت پیشینه دارد و این کارمند میلیسه اینو تصدیق کرد که واقعا بر اساس یک خصومت پیشینه این حالت رخ داده است. خب آیا تحقیقات به نتیجه رسیده است میرزا نبی و یا حالا ادامه داره؟ بله واقعا من با مفتش صحبت داشتم و گفت که ما همه طرفه با شاهدان صحبت داریم، تمام ریشه های این حادثه را مورد بررسی قرار دادیم و در روزهای نزدیک باید اعلام کنن که عیبدار کی هست. خب منتظر میشیم نتیجه تحقیقات رو. بله منتظر. تشکر برای صحبت. سلام.